در خیابان‌های دمشق هیاهویی بی سابقه برپاست. صدای بوق‌های ممتد، فریادهای شوق و گلوله‌های شادی جای سکوت آهنین سالهای دیکتاتوری را گرفتند. تصاویر زنده مردمی را نشان می‌دهد که بر بام‌ها و میدان‌ها آمدند، پرچم به دست، اشک در چشم و امید در دل. درست در همان لحظه بسیاری در جهان حیرانند. آیا ممکن است؟ آیا واقعاً دوران خاندان اسد به پایان رسیده است؟ چگونه میتوان باور کرد رژیمی که بیش از نیم قرن با مشت آهنین بر سوریه حکم راند تنها در 11 روز فرو پاشد؟ پاسخ این پرسش به نامی گره خورده که سالها با ترس، شک و قضاوت همراه بود: احمد الشرق. اما برای بسیاری در جهان او با نامی دیگر شناخته میشد: ابو محمد الجولانی، فرمانده سابق القاعده در سوریه و چهره‌ای مرموز که اکنون به عنوان رهبر پیروزمند سوریه نوظهور بر صحنه ظاهر شده است. احمد الشرق در سال 2021 میلادی، زمانی که خبرنگار مشهور شبکه PBS مارتین اسمیت با او در ادلب مصاحبه کرد، شخصیتی متفاوت از آنچه دنیا تصور می‌کرد ارائه داد. او در آن زمان تحت تعقیب آمریکا بود. جایزه‌ای 10 میلیون دلاری برای دستگیریش تعیین شده بود. سابقه ای از عضویت در القاعده عراق، جنگ با نیروهای آمریکایی و 5 سال حبس در زندانهای بوکا و ابو غریب داشت. پس از آزادی به سوریه بازگشت و شاخه‌ای از القاعده را برای جنگ با رژیم بشار اسد تأسیس کرد. او بعدها این وابستگی را قطع کرد و گروه هیئت تحریر الشام یا HTS را بنیان گذاشت. سازمانی که به مرور نه فقط در میدان نبرد که در صحنه سیاسی نیز ارزاندام کرد. در گفتگو با اسمیت او کت و شلوار به تن داشت، با لحنی آرام از دموکراسی، ثبات و پایان افراط‌گرایی سخن می‌گفت. تلاش داشت نشان دهد مردی تغییر یافته است، رهبری ملی گرایانه و مردی اهل سازندگی. اما آیا گذشته‌اش را می‌توان نادیده گرفت؟ در آن زمان کمتر کسی باور داشت که الجولانی یا همان احمد الشرق بتواند از ادلب فراتر رود. دمشق در کنترل اسد بود، روسیه و ایران پشتیبان او و غرب همچنان در حالتی از انفعال و سردرگمی. اما نقشه‌ای در حال اجرا بود. در نوامبر 2024 میلادی نیروهای تحریر الشام عملیاتی بر غاسا را در شهر حلب آغاز کردند. حمله‌ای برنامه‌ریزی شده از زیر و روی زمین با استفاده از تونل‌های مخفی، تاکتیک‌های شهری و حمایت لوجستیکی از جانب ترکیه. در عرض تنها 3 روز حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، به تصرف کامل نیروهای الشرق درآمد. موجی از شگفتی در مراکز امنیتی جهان به پا خاست. یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا اعتراف کرد که هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد که الشرق بتواند واقعاً تهدیدی واقعی برای رژیم اسد باشد. حتی متحدان اسد غافلگیر شدند و ارتش سوریه از هم فرو پاشید. نظامیان حقوق اندکی می گرفتند، تجهیزاتشان فرسوده و روحیشان تضعیف شده بود. در حالی که نیروهای تحریر الشام به سمت دمشق می تاختند، متحدان دیرین اسد یکی پس از دیگری غایب شدند. ایران گرفتار بحران‌های داخلی و جنگ نیابتی با اسرائیل شده بود. حزب الله لبنان در پی حملات اسرائیل عملاً فلج شده بود و روسیه که سرگرم جنگ فرسایشی در اوکراین بود، دیگر توان یا اراده‌ای برای نجات اسد نداشت. در روز 11 پس از آغاز حمله دمشق سقوط کرد. بشار اسد به مسکو گریخت و احمد الشرق، مردی که زمانی عضو القاعده بود، حالا در جایگاه رهبری سوریه قرار گرفت. در روزهای آغازین قدرت او در خیابانها ظاهر شد، با مردم صحبت کرد، وعده داد که دوران ظلم پایان یافته و سوریه‌ای جدید در راه است. او در سخنرانی‌هایش از دولت فراگیر، بازگشت آوارگان و بازسازی ملی گفت. درهای کاخ ریاست جمهوری به روی خبرنگاران خارجی باز شد و مقامات عرب و غربی یکی یکی وارد دمشق شدند. حتی ایالات متحده آمریکا که سالها نام او را در فهرست تروریست‌ها قرار داده بود، اکنون به فکر تعامل افتاده بود. باربارا لیف، دیپلمات ارشد آمریکایی، در سفری به دمشق با احمد الشرق دیدار کرد
او بعدها گفت احساس می کردم با یک ژنرال 4 ستاره آمریکایی صحبت می کنم. تسلط او بر امور نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک خیره کننده بود. در حالی که احمد الشر سرگرم تثبیت قدرت و دیدار با هیئت‌های خارجی بود، زیر سطح آرام دمشق نشانه‌هایی از تنش پدیدار می‌شد. اولین نشانه‌ها از جنوب سر رسیدند. منطقه سویدا، قلب جامعه دروزی سوریه. دروزی‌ها اقلیتی مذهبی و تاریخی همواره با احتیاط با حکومت‌ها تعامل می‌کردند. در روزهای پس از سقوط اسد، آنان نسبت به دولت جدید بی‌اعتماد بودند. رهبرانشان ادعا کردند که الشر کابینه‌ای انحصاری تشکیل داده و تنها به نزدیکان خود از جریان اسلامگرای ادلب پست داده است. شکیب عظام، فرمانده تیپ کوهستان، در مصاحبه‌ای گفت: ما کنار زده شدیم. این دولت ما نیست. در پس این نارضایتی خاطره‌ای تلخ نهفته بود. یک دهه پیش اعضای گروه الشر در ادلب 20 دروزی را به جرم ارتداد کشته بودند. حمله‌ای که بعدها خود الشر آن را محکوم کرد، اما هنوز در حافظه جمعی جامعه دروزی زنده بود. با افزایش فشار الشر مجبور شد کابینه‌اش را اصلاح کند. فردی که پیشتر در اعدام زنان نقش داشت برکنار شد و چهره‌های معتدل‌تری وارد دولت شدند. اما بی‌اعتمادی ریشه دارتر از آن بود که با تغییرات ظاهری پایان یافت. همزمان در شمال شرق کشور موضوعی حتی پیچیده‌تر در جریان بود. منطقه خودمختار کردها موسوم به روژاوا. کردها بزرگترین اقلیت قومی سوریه سالها از تبعیض رنج برده بودند. محروم از تابعیت، حق مالکیت، ازدواج و آموزش. اما در خلال جنگ داخلی فرصت را غنیمت شمرده و منطقه‌ای مستقل برای خود ایجاد کردند. ارتششان، یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF، با حمایت آمریکا در نبرد با داعش به قدرتی نظامی تبدیل شده بود که حتی از ارتش دمشق نیز مجهزتر به نظر می رسید. ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده محبوب کردها، در دیدار با مارتین اسمیت گفت: ما نمی‌خواهیم دوباره تحت سلطه کسی قرار بگیریم، به ویژه کسی که سابقه‌اش با القاعده گره خورده است. اما الشر می‌دانست که بدون کنترل بر منابع نفت، گاز، کشاورزی و آب در شمال شرق، هیچ دولتی نمی‌تواند پایدار بماند. پس مذاکرات آغاز گردید. او وعده داد که کردها به رسمیت شناخته خواهند شد. حقوقشان در قانون اساسی درج می‌شود و درصد مناسبی از درآمد نفتی به آنان تعلق می‌گیرد. در ابتدا توافقی حاصل شد. مردم روژاوا جشن گرفتند، اما تنها 3 روز بعد قانون اساسی جدید منتشر شد و در همان بند اول نام جمهوری عربی سوریه تکرار گردید. نه از واژه جمهوری سوریه خبری بود، نه از ذکر مستقیم کردها. ماده 3 قانون شریعت اسلامی را منبع قانون اعلام کرده بود. تغییری از نسخه پیشین که شریعت را یکی از منابع می‌دانست. مظلوم عبدی از دمشق خارج شد و در نامه‌ای سرگشاده قانون اساسی را تلاشی برای بازسازی یک دیکتاتوری نامید. بحران مشروعیت بار دیگر بر دولت الشر سایه افکند. در غرب چشم‌های اسرائیل با نگرانی تحولات را دنبال می‌کرد. این خلا می‌توانست با تهدیدهای بالقوه پر شود. نگرانی اصلی سلاح‌های پیشرفته، انبارهای موشک و مهمتر از همه تسلیحات شیمیایی بود که امکان داشت به دست گروه‌هایی با ریشه‌های جهادی بیفتند. در نخستین هفته‌ها جنگنده‌های اسرائیلی بارها تأسیسات نظامی سوریه را بمباران کردند. احمد الشر از آمریکا خواست برای توقف حملات وساطت کند. او تأکید کرد: ما با اسرائیل خصومتی نداریم. مردم من از بمباران می‌ترسند. اما در تل‌آویو پاسخ متفاوتی شنیده شد. مایکل هرتزوگ، سفیر اسرائیل در واشنگتن، گفت: گذشته او و اطرافیانش با القاعده و داعش گره خورده است. ما نمی‌توانیم به سادگی اعتماد کنیم. با وجود وعده‌های اولیه اسرائیل مبنی بر کوتاه بودن حملات، بمباران‌ها ادامه یافتند. مناطق غیر نظامی نیز آسیب دیدند. بیش از 24 غیر نظامی کشته شدند و اسرائیل بخش‌هایی از جنوب سوریه را به عنوان منطقه امنیتی به اشغال خود درآورد. در نشست سران عرب در مارس، الشر صراحتاً گفت: ما خواهان جنگ نیستیم، اما سکوت در برابر تجاوز
خیانت است. در همین زمان شعله‌ای دیگر در غرب سوریه برافروخته شد، در استانهای علوی نشین ساحل. پس از شایعاتی درباره اهانت یک دروزی به پیامبر اسلام، درگیری‌های خونین میان علوی‌ها، دروزی‌ها و نیروهای دولتی در گرفت. در حملاتی هماهنگ شبه نظامیان تندرو وارد مناطق علوی نشین شدند. طبق برخی روایات در عرض چند روز بیش از 1200 نفر عمدتاً غیر نظامیان علوی کشته شدند. الشهر دستور تحقیقات صادر کرد و وعده داد که عاملان مجازات خواهند شد، اما بی‌اعتمادی عمیق‌تر از آن بود که با یک فرمان فرو بنشیند. در همین روزها یک موشک اسرائیلی دقیقاً در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در دمشق فرود آمد. پیامی صریح: دروزی‌ها را تهدید نکنید. در حالی که مشروعیت الشهر از درون و بیرون در معرض تردید بود، تحولی بزرگتر در عرصه دیپلماسی رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در جریان سفرش به عربستان سعودی اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه به پایان می‌رسد. ما به سوریه فرصت می‌دهیم که عظمتش را بازیابد. روز بعد ترامپ با احمد الشر دیدار کرد، مردی که زمانی در زندان‌های آمریکا به سر می‌برد، اکنون به عنوان شریک استراتژیک در خاورمیانه معرفی می‌شد. ترامپ در توصیف او گفت: جوان، جذاب، قدرتمند. گذشته‌اش سخت است اما مردی جنگجوست. اما آیا احمد الشر واقعاً تغییر کرده بود؟ آیا سوریه واقعاً به سوی صلح می‌رود؟ در پاسخ باربارا لیف، دیپلمات آمریکایی، میگوید جنگ آسان‌تر از حکومت کردن است. حالا زمان ساختن است، ساختن کشوری ویران شده از 14 سال جنگ و دهه‌ها ظلم. و این ساختن نه فقط با وعده که با قانون، عدالت، شفافیت ممکن خواهد شد. رهبران دروزی، کرد، علوی و حتی اهل سنت محافظه‌کار همه در انتظارند که ببینند آیا الشر تنها یک پیروزمند نظامی است یا رهبر سیاسی که میتواند زخم‌های یک ملت را التیام بخشد. در پایان پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا سوریه پس از اسد به سوی آزادی خواهد رفت یا تنها شاهد لباسی نو بر پیکر همان استبداد کهنه خواهد بود؟